شب قبل از خواب اینجوری با خدا حرف بزن: قول میدم دروازه های معجزات خداوند به روت باز میشه و هر چیزی که بخوای رو خداوند به راحتی وارد زندگیت میکنه. فقط موقعی که داری این دعا رو میخونی با تمام وجودت بخون، با تمام قلبت بخون، نه با ذهنت. دخالت ذهن مساویه با منفی شدن و ناامیدی. ذهن منطقی شک میکنه و مقاومت میکنه، دو تا چهار تا میکنه، ولی خداوند وقتی میبخشه بی حساب و کتاب میبخشه. برای پذیرش فقط با قلب و احساست بخون. 21 شب با خدا همینجوری صحبت کنی، خداوند سورپرایزت میکنه. حالا بریم سراغ دعا. خدای عزیزم، همانطور که دنیای پیرامونم ساکت و خاموش می شود، من در این لحظه پر آرامش به پیشگاه تو می آیم. به خاطر تمام نعمتها، چالشها و فرصتهایی که امروز برایم به ارمغان آوردی سپاسگزارم. خدایا، بابت لطف بی نهایتت که اجازه می دهد هر روز جدیدی را آغاز کنم سپاسگزارم. خدایا، به خاطر حضور همیشگیت که در طی همه مراحل مرا هدایت کردی سپاسگزارم. ذهنم را ساکت و قلبم را آرام کن. خدایا، طوری برایم معجزه کن، به گونه ای زندگیم رو تغییر بده که همه مرا مثال بزنن، بگویند وقتی خدا برات بخواد اینطوری خوشبخت میشی. میدانم که میشنوی، میدانم که دوستم داری، میدانم که اجابتم میکنی. علت حال خوب من تویی. با تو که باشم هیچ چیز کم ندارم. خدایا، در رحمتی به روی من باز کن که هیچ کس قادر به بستنش نباشد. خدایا، آنچنان برایم خدایی کن که بی نیاز تمام عالم باشم. لطفاً نگرانی هایم را بگیر و آنها را با آرامش خودت که فراتر از فهم ماست جایگزین کن. خدایا، جوری بغلم کن که به هیچ چیز و هیچ کس جز تو وابسته نباشم. تو پناه و قدرت من هستی، کسی که همیشه و همه جا در مواقع نیاز به کمکم می آید. تمام نگرانی ها و استرس های روزم را به دستان تو می سپارم. اجازه بده تا آرامش را در وجود پرمهر تو پیدا کنم. خواهش می کنم تمام کوتاهی ها و اشتباهاتی که امروز مرتکب شدم را ببخش. مرا تطهیر کن و کمکم کن که از این تجربیات درس بگیرم و رشد کنم. خدایا، جوری معجزه به زندگیم بیاور که همه مبهوت خداییت شوند. خدایا، جوری حال من رو خوب کن که هیچ چیز و هیچ کس قدرت تغییرش رو نداشته باشند. خدایا، سپاس بابت این بدن سالم، ذهن خلاق. خدایا، سپاس که مرا در دریای نعمت و ثروت بیکرانت غرق کردی. من به کمک لطف بی‌دریغ تو به بهترین و زیباترین امکانات دنیا دست پیدا می کنم. خدایا، من فقط تو را دارم و تو برایم کافی هستی. تکیه‌گاهم فقط تویی، به امید خودت، نه بنده هایت. خداوندا، امشب بشنو صدایم را که از عمق وجودم برمیخیزد تا با معجزه هایت جان ببخشی به آرزوهایم. حالا رفیق، بابت اتفاقات کل روزت خدا رو شکر کن. نگو چی رو شکر کنم. زندگی ما که همش تکراریه. اتفاق خاصی نیفتاده که، هیجانی نداره که. اینا رو نگو. مثلا بگو خدایا شکرت که راحت میتونم نفس بکشم.
دارم. خدایا شکرت که سقفی بالای سرم دارم. خدایا شکرت که لباسی برای پوشیدن دارم. حالا چیزایی که خودتون میدونید، زندگی هر چقدر هم که تکراری باشه، حداقل یه سقف و یه غذا و یه خانواده و یه موبایل رو دارید. بابت اینا شکرگزاری کنید. بعدش با خیال راحت و حس خوب بخوابید. دوست من، اگه میخوای کلی تکنیک برای جذب خواسته هات یاد بگیری، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. خیلی دوستتون دارم. در پناه خدا.